در یک شب سرد زمستانی، زنی به نام محبوبه که همسرش را از دست داده بود، به تنهایی 4 فرزندش را بزرگ می‌کرد. او هر روز صبح زود برای کار از خانه خارج می‌شد. یک روز، همکارانش به او گفتند که فردا ساعت 5 صبح به دنبالش خواهند آمد تا به محل کار جدید بروند. صبح روز بعد، در حالی که برف سنگینی زمین را پوشانده بود، محبوبه از خانه خارج شد و همکارش را دید که منتظرش ایستاده است. او پشت سر همکارش راه افتاد و پاهایش را دقیقاً در ردپاهای او قرار میداد تا راحت تر حرکت کند. اما پس از مدتی متوجه شد که ردپاهای همکارش بزرگتر و غیرعادی تر شدند. محبوبه احساس عجیبی پیدا کرد. ردپاها به قدری بزرگ شدند که دیگر شبیه ردپای انسان نبودند. محبوبه ناگهان ایستاد و با وحشت به اطراف نگاه کرد. بدون هیچ توضیحی با سرعت به سمت خانه‌اش دوید. وقتی رسید، با تعجب دید که همون همکارش جلوی در خانه منتظرش ایستاده است. محبوبه با ترس ماجرا را برای همکارش تعریف کرد. همکارش با چهره‌ای جدی گفت: خوب شد که برگشتی، چون اون چیزی که همراهت بود، انسان نبود. این داستان یکی از ماجراهای مستند و واقعی است که در میان مردم محلی نقل شده و هنوز هم درباره اون صحبت می شود. اگه تا انتها دیدی، پس دکمه سابسکرایب بزن، چون کلی داستان عجیب و گاهی ترسناک براتون روایت میکنم.